آن oblasti دیگه اینجا زدگی اینجا کارتخو دیگه. پس از یک روز حادثه ربوده و لطوکوب شدن کمالالدین صابروف، معلم مکتب دهه سامانیان هممرز با قرقیزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لطوکوب و ترس و بیم در چهرهش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز 1 دکبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. و گفته او حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت. یک 20 کاس هم گم میشد یا سونه همه دستشان سم بود. سم کتی دستم پشت با بسته سونه یک آغل به در آورده همون آغلان زده بوید و اکران یک آهوش رفتن. این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرقیزها ماجرا نداشت و ربوده و لطوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود. میگوید که что ваше сделали, что мы тоже будем делать, میگوید یا انا میگم باش. مقدمه تو زدن منم میزنم گفته که منو کارتوستی و اونجا ویت همین پیش ملیسانده زدم به صدوبت که ملیساو من قبضه گیت در آورده موشنش شنونت موشنی ملیس قرقیز خودش از اساس ملیسی گیت قرونده با من زد با آنچه اینجا هم بزاد سرام بزاد ویت لغت کرد اینجا هم بزاد صورتش گرفتی همش. کمالالدین صابروف از مقامات تاجیکستان میخواهد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرر آسیب جسمانی و معنویش را نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است. من حالا در صحن حولی مکتب رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالالدین صابروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لطوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نآمدند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند. به گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه شب 1 به 2 دکبر در اطراف دههشان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز 2 دکبر در محلهشان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرقیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند. این شب علم بالا پرد همه پیش خانه ما تیر پران این تاجیک پراندگیش نه این وی خودشون. مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه‌های قرقیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرقیزستان ربوده و لطوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری‌های مرزی در ماه اپریل امسال 10 نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.